همین الان برو از نزدیکترین عطاری این 4 قلمی که بهت میگم تهیه کن و دیگه مکمل غذایی استفاده نکن، چون داری پولتو میریزی توی جیب مافیای دارو. حدود 90% از ایرانی‌ها به خاطر رژیم غذایی غلط کمبود ویتامین‌های مختلفو دارن. فقط کافیه این 4 قلم ساده رو خودت توی خونه هر روز استفاده کنی، دیگه نیازی به هیچ مکملی نداری. خاکشیر، تخم شربتی، دانه چیا و اسفرزه، این 4 تا رو به نسبت مساوی ترکیب می‌کنی، هر روز یه قاشق ازشو با نصف لیوان عرق شاتره ترکیب می‌کنی و صبح و عصر میل می‌کنی. به همین سادگی یبوستو درمان می‌کنه، کبدتو مثل آینه صاف می‌کنه، اشتهای کاذبتو کاملا کور می‌کنه و ویتامین‌های مورد نیاز بدنتو تامین می‌کنه. این پستو بفرست برای تمام عزیزانت که واقعا دوست داری بهشون یه کمکی بکنی. لایکش هم بکن منم انرژی بگیرم. و اگه دوست داری بدونی با عرقیجات دیگه چجوری این ترکیبو استفاده کنی که هم لاغر بشی، هم پوستت عالی بشه، هم از پوکی استخوان جلوگیری کنی، کیستای بدن درمان بشه و کلی موارد دیگه، عدد 15 رو برام کامنت کن، بعد ارسال میشه.